احتمالاً بیشترتون آقای سوتنگ رو میشناسید که خیلی از دخترای کم سن با دیدن ایشون خیس شدن. تو ویدیو جدیدش گفته فکتای دارک شغلتون رو به یکی از اون فکتا به شخصی موقع اندازی گرفتن مشتری ها کلی دستمالیشون میکنن. چرا شبیه باسنیا صحبت میکنه؟ ناموسن رو این کراش میزنی؟ تو حلالی، تو راحت باش. همین دستمالی کردنه تو، یعنی دست میزنی به بوبیزای طرف، بیب بیب میکنی یا شت سخنگو کونش دست میزنی، جز لذت بردن هیچ گونه ضرری به طرف نمیرسونی. پس It's okay dude. It's okay dude. برای کون تجاوز داره اینقدر عادی جلوه میده. این کار اتفاقا خیلی هم خوبه. محکم فشار بده. اگه این کار خیلی هم خوبه، هرگز هر جای دنیا خار مادر ایشونو دید میتونه بیب بیب کنی، حتی تق تق کنه. چون جز لذت بردن ضرر دیگه ای نمیرسونه دیگه، درسته؟ لطفاً قبل از اینکه هر انوگوهی رو بیاریم بالا و بهشون تریبون بدین، یه دو خط راجع بهشون بخونین و بدونین که وقتی اومدن بالا از این فتواهای کسشر ندن. مرس. خب دیگه بریم آماده شیم برای 5 تا استراحت از طرف آقای سوگنگ عزیز.